این صحنه را که می‌بینید از لحظه زمین لرزه یا یگان آفت طبیعی دیگر ثبت نشده است. این مهاجرانی هستند که از ترس کارمندان میلیسه روسیه می‌گریزند. این نوا روز 14 اوگوست در بازار مسکوریتسکی مسکو برداشته شده است. در این مرکز تجارتی از جمله مهاجران تاجیک نیز به حیث فروشنده و کوچرو کار می‌کنند. مؤلف نوار در صحبت با رادیو آزادی گفت تقریبا 10 روز است که مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در بازار ضد مهاجران عملیات می‌گذرانند. آنها اساساً مهاجران تاجیک و ازبک را به قول شکار می‌کنند. اکثر مهاجران تاجیک و ازبک از سوی میلیس‌ها دستگیر و با یک شیوه بد و با لط و کوب داخل اتوبوس بار کرده شدند. زنان روس که این منظره را شاهد بودند از رفتار میلیس‌ها به غضب آمدند و جانب آنها اعتراض می‌کنند. این زنان از جمله گفتند بهتر می‌بود اگر کارمندان پلیس جنایتکاران را که به تاجران بازار حمله می‌کنند به حبس می‌گرفتند، نه مهاجرانی را که با مهنت حلال در بازار روزی خود را پیدا می‌کنند. چرا سر یک انسان را به اتوبوس می‌زنید؟ این چی گپ است؟ این چی بدادی است؟ او مقاومت نشان داد. هیچ مقاومت نشان نداد. او گفت که مرا نرسید. میلیساها باشند او را لط و کوب کردند. شما مگر حیوانید؟ در کجا نوشته شده است که باید لط و کوب کنید؟ برای ما نشان دهید. شما مگر عقلتان را از دست دادید؟ به نقل مصاحبان رادیو آزادی بعضی مهاجران هنگام فرار از میلیساها جراحت برداشتند. آنهایی هم که بازداشت شدند تقدیرشان ناروشن است. بعضی‌ها را به مرکز سخر آوردند، تعداد دیگر را از روسیه اخراج کردند. مهاجران گفتند 15 اوگوست هم در این بازار عملیات بود و معلوم نیست تا کی ادامه می‌کند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند و مبلغ‌های آنها چرخه اساسی اقتصادی تاجیکستان است. اما اکثر مهاجران پیوسته از مشکلات اقامت در این کشور و آزار کارمندان مقامات حفظ حقوق شکایت می‌کنند.